درس 65 کتاب نخست هنرستان موسیقی گردآوری روح الله خالقی. این درس شامل 2 آهنگ از آهنگ‌های منطقه گیلان و تالش هست. یکی به نام شوخ و شنگه و دیگری به نام دمویر نازنین. معنای دمویر رو نتونستم پیدا کنم. دوستانی که در مورد هر 2 از این قطعه ها اطلاعاتی دارن یا در مورد شعرش یا اینکه اصالتش چقدر هست و نمونه های اجرایی اون رو اگر داشتن برای ما تلگرام کنن به شماره 2098 912 310 8740 که بعداً به عنوان پیوست به این 2 قطعه بتونیم اطلاعاتی رو اضافه کنیم. اما معنای شوخ و شنگ به فردی گفته میشه که داره رفتاری هست که موجب شادی و شادابی بیننده میشه و خود شنگ نام گیاهی هست که مصرف اون برای بیماری‌های معدوی پیشنهاد شده. نکاتی که باید در این قطعه بهش دقت کنیم، یکی علامت دالسنیو که یک اس با یک خط مورب که از وسطش رد شده و 2 نقطه در بالا و پایینش هست که با علامت اختصاری دی بزرگ انگلیسی نقطه اس هم نشون داده میشه. دال سنیو در زبان ایتالیایی به معنی از نشانه هست و در موسیقی موقعی استفاده میشه که ما یک سری تکرارهایی در طول یک قطعه داریم و بعد میخوایم یک تکرار بزرگتر داشته باشیم و مجبوریم از یک علامتی به نام دالسنیو استفاده کنیم. این دالسنیو در 2 جا قرار میگیره. دومین جا که دیده شد برمیگردیم به قسمتی که اولین بار دیده شده و بعد کل مجموعه رو دوباره اجرا میکنیم. اگر بخوایم در برگشت اون تکرارهایی که بینابین قطعه بوده اجرا نشن، از علامت دالسنیو و زیرش سنسا ریتورنلو استفاده میکنیم به معنی اینکه بدون برگشت ها اجرا کنیم. این سنیو در زبان ایتالیایی همون مثل ساین در انگلیسی هست به معنی نشانه. گاهی هم ممکنه ما بخوایم که از جایی که دالسنیوی دوم رو میبینیم برگردیم به ابتدای قطعه، بعد اجرا کنیم، برسیم تا یک جایی وسط های اون مجموعه، یعنی بین 2 علامت دالسنیو و اونجا قطعه رو به پایان ببریم که حتما در اون لابلا یک فینه می نویسیم به معنی پایان در زبان ایتالیایی و زیر دالسنیوی دوم نوشته میشه دی اس آل فینه، یعنی از نشانه تا جایی که نوشته شده پایان یا فینه. گاهی هم برای تکرارهای بزرگ در قطعاتی که مثلا قطعات جاز یا موسیقی فولکلوری که از این نوع تکرارها زیاد داریم ممکنه از علامت‌های مثل A, B, C, D در جای قطعه استفاده کنیم و بعد جایی که این مورد نیاز هست مثلا می‌نویسیم A تا B تکرار شود یا B تا C. نشانه‌های دیگری هم برای تکرارهای بزرگ وجود داره که در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. نکته بعدی، با توجه به اینکه این قطعه 6/8 یا 2 ضربه ترکیبی هست و هر ضربش یک سیاه نقطه داره، ما چند تا انگاره ریتمیک داریم که در این قطعه اهمیت دارن. یکی در میزان اول دیده میشه و اون سکوت چنگ، 2 دولا چنگ و 1 چنگ هست که 1 ضرب رو تشکیل میدن. ما اگر پا رو تقسیم میکنیم به 3 چنگ و میگیم 1 2 3، در اینجا 1 سکوت شده، 2 به 2 بخش تقسیم شده، یعنی میتونیم بگیم 2 او، 3 هم که سر جاشه. بنابراین 1 رو تو دلمون میگیم و بعد میگیم 2 و 3 2 و 3 2 و 3 2 و 3. همچنین در بخشی که شعر شروع میشه در شوخ و شنگه 1 سکوت چنگ نقطه دار داریم و بعد 1 دولا چنگ و 1 چنگ. ما اگر بیایم پا رو به 6 دسلا چنگ تقسیم کنیم، 3 اول رو در دلمون میشماریم، 4می و 5می رو اجرا میکنیم، 6می هم باز در دلمون هست. خیلی کند میگیم 4 5 4 5 4 5 و بعد اگه بخوایم تندتر اجراش کنیم میگیم سکوت فا. آهنگ شوخ و شنگه
از اوج دشتی شروع میشه، یعنی جایی که ما در ادامه دشتی اگر در دشتی ر قرار داریم با یک دانگ اوج به سمت شور میریم و بعد میتونیم شوری رو تشکیل بدیم در پایین. این شور عیناً شبیه شور اول خواهد بود، ولی چون در منطقه اوج صدای خواننده قرار میگیره بهش گوشه اوج گفته میشه و این قطعه از این اوج شروع میشه و بعد فرود میاد به خود دشتی و نهایتاً در انتهای قطعه به شور برمیگرد. اما قطعه دمویگر نازنین در فضای شهناز شور هست و در دشتی نیست، اما یک جوابی در لابلای قطعش میبینیم که احتمالاً آقای موسی معروفی یا آقای روح الله خالقیون رو اضافه کردن یا آقای زرین پنجه و این جواب به نظر من ارتباط خوبی نداره، چرا که جوابی هست که ما رو به سمت دشتی میبره با فضای شهناز که این قطعه درش قرار گرفته مطابقت نداره. دانگ هایی که در این قطعه به کار رفتن دانگ شور ر میکرون فا سول، دانگ شور سول میکرون سی بمول دو، دانگ دشتی دو ر می بمول فا، همزمان دانگ شور دو ر کرون می بمول فا، دانگ ر میکرون فا سول و بعد دانگ شور سول لا کرون سی بمول دو هست که اینها به عنوان دانگ هایی که در گوشه اوج به کار میرن استفاده میشن. مایه نما سی بمول می بمول لا کرون، کوک ستار دو سول ر، سیم اول برابر با ای بمول یا جی دیز در تیونر کوک شده. دو دو فا دو فا دو سی سول سی 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 فا سی لا سی فا سول سول دو سول دو سول فام ر ر سول ر دو سی دو ر فا 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 می ر فا فا می دو فا 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 می ر فا فا می دو ر ر ر می فا ر ر می فا ر سا فا می ر می فا ر 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 ر دو سی دو ر دو سی دو ر دو سی دو دو سی لا ر دو سی دو ر دو سی دو ر دو سی دو دو سی لا کل این مجموعه تکرار خواهد شد. دفعه دوم به جای اینکه به سول ایست کامل کنیم ادامه هم داره. دو دو سی لا سول سول لا سول سی لا سول سی دو ر دور سی دو ر دو سی لا سول سی دو ر دور سی دو ر دو سی لا سول دو سی لا سول سول سی دو ر دو سی دو ر فا می ر دو سی لا فا سول سول لا سول سی لا سول سی دو ر دور سی دو ر دو سی لا سول دو سی لا سول. ابتدا با حرکتی از اوج دشتی به دشتی کار رو آغاز میکنیم. میگیم سکوت دو 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 راست چپ راست فا دو فا فا سیم زرد میاد فا دو سی سول سی بلا رو با ریز میتونیم بحث کنیم یا حتی با تک ریز. این پنجه آغازین یک پله پایین تر از سی اتفاق میفته. سکوت سی 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 فا سی فا فا با انگوش دومین بار رسم بزن سی لاس فا. پنجه آغازین حالا 4 پله پایین تر از سول 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 دو. این فاصله پنجم ها که در اینجا بود و یک بارم چهارم سی به فا بهش دقت باید بکنیم. سکوت سول دو سول فام ره. از فا ریز میگیریم میریم به سمت می سیم زرد و بعد روی ره ایست میکنیم. بعد میریم بالا سکوت ره سول ره دو سی دو ره. باز راست چپ راست تک. اینجا فرود به دشتی میکنیم. حالا میریم شعر رو شروع میکنیم از فا. سکوت فا 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 میر می فا
فا راست چپ اول کار. این تکرار میشه. دفعه دوم میگه فا می دو ره راست چپ ره ره می فا ره ره می فا ره سکوت سفا راست چپ می فره می فا ره ره 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 می فا ره دو سی ره کرون میشه. ره دو سی دو ره دو سی دو ره دو سی. از این ره دو سیه که میگیم بالا دسته ما میگیم جمله بی. دو ره دو سی دو ره دو سی دو دو سی لا سول. جمله بی دوباره تکرار میشه. ره دو سی دو ره دو سی دو ره دو سی دو دو سی لا سول. حالا علامت دالسنیو رو میبینیم. برمیگردیم به دالسنیوی اول. کل مجموعه تکرار میشه. دفعه دوم بعد از اینکه گفتیم دو دو سی لا سول میایم پایین سول لا سول. دوم میاد رو سی سی لا سول. سول اسیم زرده. انگشت اول میاد رو سی. میبینیم که در منطقه شهناز شور داریم واقع میشیم. سی دو ره دو که اینجا از دانگ سول لا کرون سی بمول دو و دانگ دو ره کرون می بمول فا داریم استفاده میکنیم. البته در یک اکتاف پایین تر. اینجا پس جمله ای شروع میشه. سول لا سول سی لا سول سی دو ره دور. اشاره داریم به ره. سی دو ره دو. دوم میاد رو سی سی لا سول. این مجموعه دوباره تکرار میشه و بعد میگیم دو سی لا. سوم اومد رو سی لا سول. این جمله ای بود که در انتها هم یک اکتاف بمتر تکرار خواهد شد. حالا جوابی هست که بین این دو تا قسمت داریم. سول لا سی دو ره دو سی راست چپ راست دو ره فا می ره دو سی لا فا سول که به نظر من این بی ربط هست به این مجموعه، چون ما در شهناز شور واقع شدیم و بعد حالا این جواب ما رو برده به سمت دشتی. دوباره ای در یک اکتاف بمتر تکرار میشه. سول لا سول سی لا سول سی دو ره دو سی دو ره دو سی لا سول دو سی لا سول. پس ببینیم این آهنگ یک تم خیلی خلاصه و موجز داره. معمولا آهنگ‌های فولکلوریک و محلی به همین شکل هستن و بعدش ممکنه شعرهاشون زیاد باشه و حول محور همین ملودی چندین بار شعرهایی رو تکرار کنه. قطعا رو با سرعت 90 اجرا میکنیم. 1 2